خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. عینی. نام عینی و تمام زندگی با شعورانه و فعالیت پربرکت ادبی، معارف پروری و خدمت‌های جمعیتی وی با تاریخ و تقدیر خلق تاجیک سخت پیوند است. جوانی که در صحرای آزاد با طبع و خصلت آزادانه استخوانش سخت شده بود و بخارا آمد. در این شهر قدیم وارث و تجسم تمدن پرثروت مسلمانی و وطن اصلی مردم ایرانی الاصل تاجیک علم و دانش آموخت. برابر چراغ دانش که دیده خرد را روشن نمود، نور حقیقت نیز لازم بود که راه آینده عینی را روشن سازد و مقصد زندگی را نشان دهد. عینی با کوشایی و سعی و همت در جستجوی حقیقت و مشعله راه آینده بود. به بخت عینی و معاصران همفکر و ترقی پروری وی چنین نور حقیقت در سیمای احمد دانش پیش نظر آنها قد برافراشت. عینی از آثار دانش کلید در مشکلها را پیدا کرد. راه حقیقت و معرفت به چشم وی گشاده شد و استوارانه از همین راه قدم گذاشت. از تشکیل مکتب‌های نو و تألیف کتاب‌های تعلیمی برای تنویر تعبیر عینی به معنی روشن و هدایت نمودن، شعور جامعه بخارای ابتدای قرن 20 تا دم واپسین خود در تحریر یادداشت‌هایش، عینی در خدمت خلق، در خدمت وطن بود. درباره عینی و آثار و روزگار وی صفحات و کتاب‌های بسیاری تألیف شده است، ولی هنوز هم صحیفه‌های نانوشته و لحظه‌های آموخته ناشده زندگی نامه و کارنامه عینی بسیار است. نه تنها نسل امروزه بلکه نسل‌های آینده درباره عینی نه یک کتاب و دو کتاب خواهند نوشت. هر یک نسل و هر یک قرن عینی را از نظر خود به مقتضای زمان خود می آموزد، ولی زمینه اساسی برای هر نسل و هر زمان و مرحله حقیقت روزگار و آثار وی خواهد بود. عینی شاگردان زیادی را تربیت نموده است. من آنهایی را در نظر دارم که نه در غیب نه از آثار و مکتب ایجادی استاد تعلیم گرفتند، بلکه بی واسطه در پهلوی او بودند، هم به راهنمایی علمی و ادبی و هم غمخواری و پرورش پدرانه او کمالات معنوی یافتند. مثل رحیم هاشم، عبدالسلام دیهاتی، رحیم مقیموف شاگردانی بودند که در صحبت و در خانواده عینی وارد بودند. مثل جلال اکرامی، ساتم اولغزاده، میرزا ترسونزاده، فاتح نیازی شاگردان و مخلصان بودند که با عینی ملاقات‌ها داشتند، احترام و مهر بزرگی به او می‌گذاشتند، از او عبرت و آموزش می‌یافتند، هرچند از سمرقند دور بودند. در زندگی سعادت آن را داشتم که از آوان نورسی در علم و ادب استاد رهنما عینی بزرگوار بود. می‌توانم گویم در یک گوشه حیات وی جای هم داشتم. زیاده از این در خانواده عینی مثل خویشاوند بودم. 50 سال سپری شده است از درگذشت عینی، ولی روحی وی، آثار وی امروز هم در حیات من، در فعالیت من زنده است. 50 سال گذشت و خود به سن عینی رسیدم. در این مرحله عمر کس نه تنها سالهای سپری شده بلکه کاروان گذشتگانی را که همراه و همپا یا پیرو و دنبالگری آنها بوده است به خاطر می آورد. در راه این کاروان عینی بسان قافله سالار در پیش نظر مجسم می گردد. درباره تقدیر عینی
راه پیموده وی در تاریخ تاجیکان فکر و اندیشه می کنم. تقدیر در راه زندگی وی بسیار دشواری ها، مانعه ها و حتی فاجعه ها گذاشت. قدمی استوار، اراده متین، حق بینی و حق گویی، گاه تصادف غیر چشم داشت و نهایت عنایت و حمایت الهی او را از مشکل و درماندگی ها و سلامت بیرون آورد. پروردگار به وی استعداد فطری ایجادکاری را عطا نموده بود. عینی قدر این نعمت الهی را خوب فهمید و در دل عزم و نیت قطعی پرورید که با همین نیروی معنوی برای انسان، برای جامعه، برای ملت خدمت کند. عینی همزمان آدمان بزرگ ملت ما بود. همراه، هم مسلک، هم نبرد محمود خواجه بهبودی و عبدالرؤوف فطرت در انتشار مکتب و معارف نو و روشن نمودن شعور مردم بود. مثل آنها، برابری آنها برای بیداری ملت خدمت می نمود. به این دو تن برگزیدگان دوران احترام و اعتقاد صمیمی داشت، ولی هزاران افسوس که آنها در نیمه راه مقصود و مرام خود ماندند. یکی به طرز فجیع کشته شد، دیگری راهی درست پیدا کردن نتوانست و نیز به قتل رسید. خوشبختی عینی در آن است که با تلاش و مبارزه ها، با زحمت و خدمات جانثارانش پله به پله به منزل مقصود و مرام خود رسید. آیا سبب این در چی باشد؟ گاه فکر می کنم من. کوشش می کنم در دایره فهمم به این سؤالها جواب پیدا کنم. فطرت سخنوری بزرگ تاجیک بود. اثرهای نثر وی در ابتدای عصر 20 در جامعه آسیای میانه انقلاب فکری و اصلاحات جویانه به وجود آورد. این اثرها به زبان فارسی تاجیکی اصیل انشا شده بودند. به زبان تاجیکان بخارا، به زبان مادری فطرت. ولی فطرت با تأثیر معارف پروری ترک و با حسن توجه به دولت مترقی ترکیه خود را به طرز صنعی به ارق ترک منسوب کرد. در مقدمه عائله نوشته بود که اصلا لازم بود کتابش را به زبان ارقی خود ترکی چغتایی نویسد، اما شرایط بر آن داشت که به زبان فارسی تاجیکی تألیف نماید. این را شخصی نوشته است که عینی آثاری به تاجیکی نوشته او را آغاز ادبیات نوین انقلابی تاجیک گفته بود. بعد از این فطرت خود را به گروهی جوان بخاریان انداخت. بعد از غلبه انقلاب بخارا در هیئت حکومت جمهوری خلقی بخارا وزیر مالیه شد و پولهای کاغذی بانک با امضای وی به معامله برآمدند. فطرت بعد از تشکیل ازبکستان برای ادبیات ازبک کمر خدمت بست. کتاب‌های تاریخ ادبیات ازبک بار اول به قلم وی تألیف گردید. برای تربیه ادیب و عالمان جوان ازبک اتحادیه ادبی چغتای گرومی تشکیل کرد. درباره بیدل و عروض تاجیکی به زبان ازبکی رساله‌های علمی نوشت. در آخر تربیت یافتگان فطرت او را به ملتگرایی و پنترکیستی عیبدار کردند. هنگامی که فطرت به لانه خود بازگشت و اولین درامه تاجیکی شورش واسع، اولین کتاب درسی تاجیکی الفبای لاتینی را تألیف کرد، تاجیکستان او را به آغوش گشاد پیشواز گرفت. هنوز راه خود را درست معین نکرده از این سو به آن سو می رفت که تندباد ترور استالینی او را به کام خود کشید. شاید گمراهی ها از آن بوده است که فطرت از اول شاهراه مقصود و مرام را انتخاب کرده نتوانست. فطرت در تاریخ مدنیت ما شخصی برگزیده بود و در راه تشکل معنویات ما نقش روشنی باقی گذاشته است. لیکن وی به مقام عینی رسیدن نتوانست. این نه تنها امر قضا و قدر بلکه خطای راه انتخاب کرده فطرت بود. عینی از سطح طالب علمی مدرسه تا مقام سرور معنوی ملت راه دور و دراز و پرپیچ و تاب را طی نمود.
راه مقصد و مرام وی از اول تا آخر تغییر نیافت، بلکه تا رفت وسیع‌تر، روشن‌تر و برای مردم و جامعه بارآور و سودمندتر می شد. راه زندگی و ایجادی عینی به مردم آموختن فرهنگ و معرفت، با سخن و قلم خود برای بنیاد نمودن جامعه عادلانه و بشرگرایانه ملت خدمت کردن بود. سیاست را خوب می دانست. برنامه‌های عاقلانه و عادلانه گروه‌های سیاسی، ساختار و موقع‌های عادلانه سوسیالیستی را خوب می فهمید. به طرفداری و استحکام زمینه‌های اجتماعی جامعه پیشقدم استوار می ایستاد. اما از سیاست بازی و اختلاف‌های حزبی دوری می جست. این را خود وی گفته است: ذاتاً فقیر از سیاست متنفر بودم. این همه فاجعه را از سوی حرکت سیاسیون بخارا با وجود تداخل خود کشیدم. صدرالدین عینی، تاریخ انقلاب فکری در بخارا، تهران، سروش، 1381، صفحه 144. بزرگی عینی در خردمندی او بود. خردمندی که با گذشت ایام به تجربه روزگار قوی‌تر، روشن‌تر و بیشتر هدایتگر می شد. شک نیست که خرد عطای خداوندی است و خردمندی خصلت شخصی است. تکامل خرد و خردمندی وابسته به آن است که صاحب خرد تا چه اندازه به حیات نزدیک است و تا چه اندازه از روزگار تجربه برداشته و اندوخته می تواند. بیاید چنین خرد و تجربه را در حیات عینی در واقعی مشخص تاریخ ما بسنجیم. بعد از انقلاب فوریه روسیه در جامعه بخارا جنبش فکری و اصلاحات خواهی به وجود آمد. در اثر تحریک و مشورت‌های بیرونه و ترس و بیم از شعله‌های اولین بیداری شعور اجتماعی، امیر عالم خان به اعلان فرمان حریت اقدام نمود. گروهی کلان ترقی پروران که چنین اقدام امیر را غلبه جنبش‌های فکری خود می‌پنداشتند، به اکثر رأی قرار دادند که نمایش شکرانه تشکیل نموده به دست بیرق سرخ بردارند در تقلید انقلاب روس. عینی که نیز در صف ترقی خواهان بود، به طرز قطعی به قرارداد نمایشگران مقابل برآمد. در فکر و عقیده‌اش تا اندازه استوار بود که اکثر ترقی خواهان، حتی دوست و شریکش عبدالواحد منظم، از وی ترک علاقه نمودند. عینی در تصدیق فکر و موقع خود دلیل‌های خیلی مستحکم داشت، اما همراه و همصفان وی نفهمیدند. در این موقع دلیل‌های عینی را از زبان خود وی اقتباس می‌کنم. این سلوکی، یعنی راهی ترقی پروران، به حسیات ملیه بسیار گوارا بود. حیفا که در این گونه اقدامات بزرگ اسبابشان ناقص و حاضرشان مفقود، یعنی گم بود. فقط در حسیات فریفته شده لاف و باد بسیاری می زدند. قانون طبیعت را اقرار نمی کردند. به احوال روحیه حکومت و رعیه واقف نبودند و گمان می کردند که هر تشبس خیرخواهانه شان را حکومت بله، رعیه آره گفته یارمندی قبول می نمایند. به فکر فقیر اصل ملت پروری آن است که به کاری که قوتشان نمی رسد اقدام نکنند، بلکه به تنویری، یعنی روشن کردنی افکار کوشند تا که اهالی دانا و حاضر شوند. زیرا اگر با وجود نقصان قوت به کارهای بزرگ تداخل و اقدام نمایند، روزی مجبور می شوند که برای حفظ حیات خود به اجنبیان التجا برند. بعد از آن مجبور می شوند که برای رعایت خاطر اجنبیان، یعنی خارجیان، یا با اعتماد و تکیه بر قوت ایشان کردن به فلاکت‌های عظیمه خود را و وطن را گرفتار نمایند. گمان نرود که فرقه که حاضر خود را ترقی پرور می نامند همه ایشان منور الفکر و باقی اهالی نادانند. نه،
اکثر همین فرقه ترقی پروران نیز نادان بودند، خصوصاً از سیاست هیچ خبری نداشتند. در انقلاب‌های سیاسی‌هایی که به تواریخ خوانده‌اند کورکورانه تقلید می‌کردند. در فکری که امروز اجرا کردنی می‌شوند فردای آن را اندیشه نمی‌کردند. پایان اقتباس. در موقع دیگر نقل قول: فقیر گفتم ذاتاً من اصلاحات بخارا را به شرایط حاضره ممکن نمی‌دانم. بنابراین به سخنهای الچیخانه و قشبیگی فریفته شده از پس این کار گشتن شما را بی نفع بلکه ضررناک می‌دانم. زیرا قاعده ارباب حکومتی بخارا این است که کاری را کردنی شده کسی را خود در میدان می‌اندازند. وقتی که از آن رأیشان منقلب شد، یعنی برگشت، در سری آن کسی که خود در میدان انداختند بلاها را می‌آورند. پایان اقتباس. و عبدالواحد منظم میگوید شمایان در مسئله اصلاحات خیلی اهمیت دادنی، حتی بروزی یعنی اعلان فرمان امیر نمایش شادیانه کردنی بودیتان. کسانی که در مقابل شمایان هستند می گفتند که اگر ترقی پروران نمایش کنند و بیرق بردارند تا یک قطره خون داریم مقابلت خواهیم کرد. بنابراین به خاطر من می رسد که در این کار به احتیاط حرکت کردن لازم است. بیرق برداری کاری مهم نیست. برای یک امر غیر مهم سبب عکس الحرکت شدن کار آدمی عاقل نیست. صدرالدین عینی، تاریخ انقلاب فکری در بخارا، تهران، سروش، صفحات 98-99، 108 و 109. آنچه عینی پیشگویی و پیشبینی کرده بود رخ داد. قوه‌های ارتجاعی مردم نادان را به پا خیزاندند. نمایش ترقی پروران را تار و مار کردند. سران نمایشگران فرار کردند. عینی بیگناه را دستگیر کرده وحشیانه جزا دادند. پیشگویی و پیشبینی عینی از خردمندی وی بود، ولی این عقل و ذکاوت مجرد نبود. عقل و خردی که با تقریباً حیات و تشخیص حیات مردم و تحلیل اجتماعی و سیاسی جامعه بخارا به کمالات رسیده بود. عینی در بین طبقات گوناگون مردم بود. زندگانی و نیازمندی های خلق را خوب می‌دانست. از اول قرن 20 تحولات و ترقیات رشته های گوناگون محیط اجتماعی و سیاسی جامعه بخارا را نغز می شناخت. عبدالرؤوف فطرت سالهای دراز در بخارا نبود. در ترکیه تحصیل می کرد. قوه های پیشقدم انقلابی و ترقی خواهانه ترک به افکار و عقیده های اصلاحات خواهانه فطرت تأثیری مثبت گذاشتند. آثار ترقی خواهانه و اصلاحات طلبانه فطرت که بعد از بازگشت تألیف نمود در جامعه بخارا بی مبالغه جوش و جنبش به وجود آورد. اما در لحظه پرمسئولیت تاریخ فطرت شرایط واقعی بخارا را نفهمید و به حساب گرفتن نتوانست. و ظاهر اصول جنبش انقلابی کشوری دیگر را در بخارا جاری کردنی شد. سخت خطا کرد. خرد بزرگ عینی در خدمت قهرمانانه اوست برای ملت، برای کشور، برای آینده خلق تاجیک. خرد بزرگ عینی در تمام آثار بدیعی نثر و نظم وی پدیدار است. خرد بزرگ عینی در تحقیق و آموزش میراث بزرگ ادبیات و عموماً مدنیت ما چراغ روشن است. من نه با خودستایی بلکه با افتخار صمیمانه میگویم که نعمت بزرگی بوده است که از سایه خرد بزرگ عینی در زندگی و کارهای خود بهره بردار بودم. این را در سن 78 میگویم که سن مبارک عینی می باشد. کس به قدر نعمت می رسد، لیکن قوه بزرگ نعمت را سال به سال زیادتر می فهمد و به فهم و عقل کاملتر توجیه می نماید.
عینی در 20 سالگیش نوادرالوقایع دانش را خوانده بود. بعد از 50 سال در ایام کمالات معنوی آنچه از محتویات این اثر حاصل کرده بود انقلاب فکری نامید. در همان سال آرزو کرده بود که مثل احمدی دانش نویسنده حقیقت نگار شود. در 40 سالگی به آرزوی خود رسید و قصه اولینش را به نام جلادان بخارا تألیف نمود. زندگی به آن جاده رفت که عینی همیشه سایه احمدی دانش را در پهلوی خود میدید. نامه‌ای که استاد برای من به مسکو فرستاده بود در بالا مکمل اقتباس شد. به معنی این نامه امروز به دقت تعمق نمودم. معلوم می شود که استاد تنها برای عالم کامل شدنم غمخواری نکرده است، بلکه وی امید داشته است که برای ملتمان در خدمت همصف پیشقدمان ضیاییانمان باشم. اگر در فکر خود خطا نکرده باشم، طبق امید استاد هرچی در دایره قدرت و توانم بود برای ملتمان خدمت کرده توانستم. علاوه بر این برای عملی گشتن آرزوهای استاد که از صحبت و آثارش در می یافتم نیز سهمی گذاشتن توانستم. استاد مرا به آموختن ادبیات قرن 19 و ابتدای عصر 20 هدایت نمود. این کار را اجرا کردم. استاد سیمای احمدی دانش را بزرگ می داشت و آیندگان را به آموزش این بزرگوار تشویق می نمود. من 30 سال عمر خود را به آموزش، تحقیق و بازیافتن میراث احمدی دانش صرف کردم و حاصل نیز برداشتم که روح استاد قانع و راضی باشد. استاد وظیفه گذاشته بود که زبان ادبی خود را تکمیل دهم و در رعایت تازگی زبان برای دیگران نمونه باشم. از اول تا امروز سعی من در تکمیل و تزکیه زبان خود صرف شده است و با مقاله و ترغیبات برای پاکیزگی زبانمان می‌کوشم. مرتبه عینی چنان بزرگ است که توصیف و تعریف من پستر از آن است، اما آنچه در ضمیر دلم هست نتوانستم به خاطر یاد استاد نگویم. شاید این چون خوشه باشد که ملخ به عنوان ارمغان به بارگاه سلیمان برده بود. تقصیر باشد از بنده و خدا معذرت می‌خواهم. در تجلیل و بزرگداشت عینی خدمت بابا جان غفوروف و میرزا ترسونزاده نهایت بزرگ است. سعی و کوشش آنها در تبلیغ عینی عبارت از آن بود که این شخص بزرگ را نه تنها در وطنمان بلکه بیرون از مرزهای کشورمان همچون تجسم ملت، همچون پرچم تاجیکان بشناسند. باری در صحبت بابا جان غفوروف بودم با شوکت نیازی. در عین گرمی صحبت از عینی گپ گشاد. عینی انسانی بزرگ ملت ماست. ما هر قدر عینی را تبلیغ و تجلیل کرده توانیم به همان اندازه جایگاه تاجیکان را در تاریخ نمایش داده می توانیم. ما اکادمی علم تشکیل نمودیم. این اقدام در قطار تشکیل اکادمیاهای ملی سویتی امر قانونی و مقرری بود، ولی به پرزیدنتی اکادمی انتخاب گردیدن عینی هم شکوه علمی ما را افزونتر کرد. خب گفتیم که به تألیف یادداشت ها من سببی شدم، اما این کاری بزرگ را عینی برای من نکرده است. این یادگاری نهایت پر ارزشی دامالله است که نه تنها برای ما بلکه برای مردم شرق اهمیت کلان دارد. سال 1975 کمیته مرکزی حزب و حکومت تاجیکستان درباره جشن گرفتن 100 سالگی عینی قرار قبول کرد. با سروری رئیس حکومت رحمان نبیف کمیته با نفوذ تدارکات جشن تشکیل گردید. در این کمیته راهبران وزارت‌های داخلدار و خادمان نمایان علم و ادبیات شامل بودند. وظیفه کاتب مسئول کمیته به ذمه عطاخان سیف اللهیف ادبیات شناس نامدار واگذار گردید.
من که در آن سال به سبب داشتن داغ جزای ناحق حزبی از نظر کلانها افتاده بودم به کمیته دخل نداشتم، ولی آگاه بودم که آمادگی جشن در مقیاس اتحاد شوروی با دستگیری کمیته حزب مرکزی مسکو تجلیل می گردد. در اینجا خدمت و موقع میرزا ترسونزاده نهایت کلام بود. وسعت تجلیل جشن چاره‌بینی و تدبیرات آمادگی آن را در کمیته تدارکات پربار و گسترده تر کرد. نمیدانم در مدت 1 سال کمیته چه کارهایی را انجام داد، ولی تصادفاً فهمیدم که آمادگی برگزاری جشن نهایت سست و دور از نقشه‌های پیش بینی شده جریان دارد. 4 می سال 1977 پرزیدنت اکادمی محمد عاصمی مرا به حضور خود دعوت کرد. گمان کردم راجع به کارهای داخلی انستیتوت سفارش دارد. برغم انتظاری وی از جای دیگر سخن سر کرد. شما را برای یک مهم دعوت کردم. کارهای تدارکات و آمادگی جشن عینی نهایت خراب است. خف آن است که جشن بزرگوار خود را در سطح بلند گذرانیدن نمی توانیم. با میرزا ترسونزاده مشورت کردیم و قرار دادیم که وظیفه کاتب مسئول کمیته جشن را شما به عهده گیرید و از فردا بلا واسطه به کار شروع کنید. عینی استاد همه ماست، اما شما شاگرد و دستپرورده بی واسطه استاد هستید. از هر جهت به این کار سزاوار و موافق هستید. علاوه بر این در گذرانیدن جشنهای رودکی و احمدی دانش تجربه هم دارید. پیشنهاد برای من کشایش روحی و جسمانی بود. نخست اینکه در تدارکات جشن استادم در مقام سرور و تشکیلگر کارها خواهم بود. دوم اینکه معلوم می شود مقامات عالی جمهوری مرا از قید تعقیب و تردید آزاد نموده مثل پیشین باز به جامعه راه گشاده‌اند. با وجود این بیم و اندیشه آن بود که آیا از عهده چنین کاری بزرگ و پرمسئولیت برآمده می توانسته باشم؟ دودیلگی شما البته اساس دارد، ولی دلیر باشید، زیرا در همه کار از نام حکومت، اکادمی و اتفاق نویسندگان عمل خواهید کرد. چنین حقوق برای شما تأمین شده است. این بود قراری که عاصمی از نام کمیته اعلان داشت. روز دیگر از پهلوی کابینت پرزیدنت اکادمی 2 خانه را برای ستاد کمیته عینی تخصیص نمودند. از 7 می به کار شروع کردیم. با کارهای تا امروز انجام یافته شناس شدم و نقشه مکمل و مفصل کارهای آینده را در 5 روز ترتیب داده از نظر ترسونزاده و عاصمی گذرانیدم. به وزارت‌های مربوطه و تشکیلات‌های به ما دخلدار مکتوب نوشته از نقشه عمومی کار و سهم آنها در تشکیل جشن اطلاع دادم. کارها به ترتیب و تنظیم معین خوب می رفت. مقام کمیته تدارکات مستحکم و مؤثر گشت. همه تشکیلات و وزارت‌های دخلدار با مسئولیت و محبوبیت سهم خود را برای جشن استاد به کم و کاست اجرا می کردند. میرزا ترسونزاده خیلی قانع و راضی بود، ولی در تشویش بود که مجلس با نفوذ کمیته عمومی اتفاقی خیلی به تأخیر افتاد. از این سبب از ماه می او شخصا برای تشکیل مجلس عمومی اتفاقی سعی و کوشش می نمود. نتیجه کوشش های ترسونزاده بود که کمیته عمومی اتفاقی نیز با سروری دبیر اول اتفاق گیورگی مارکوف و کاتب مسئول کمیته شوکت نیازی به فعالیت ثمربخش شروع نمود. اکنون در ماه ایول مجلس اول کمیته را برگزار نمودن لازم بود. به تشکیل مجلس ترسونزاده اهمیت نهایت کلان می‌داد. می گفت که همین مجلس باید در مقیاس اتفاق شوروی به طرز شکوهمندانه تجلیل گردیدن جشن استاد زمینه گذارد. مجلس با شکوهی که 18 ایول در اتفاق نویسندگان با سروری نخست دبیر گیورگی مارکوف تشکیل شد، در واقع هم در تدارکات عمومی اتفاقی در مسکو جنبشی به وجود آورد.
تمام وزارت‌های مربوطه، نشریات‌های نامدار، رادیو و تلویزیون مرکزی نقشه‌های مشخص و پربار خود را به عرض رسانیدند و گفتند ممکن است از روزی دیگر به عملی ساختن تدبیرات و چاره‌بینی‌ها شروع نمودند. کمیته سوویتی یونسکو در مسکو به مرکز این تشکیلات در پاریس مکتوب ارسال داشته از عملیات کمیته تدارکات اخبار داد و از نام کمیته دیرکتور تشکیلات مذکور را به طرز رسمی به روزهای تنتنوی دعوت نمود. باید تذکر دهم که با توصیه حکومت تاجیکستان یونسکو جشن عینی را به تقویم سنه‌های تاریخی سال داخل کرده بود. کار کمیته ما نیز بعد از این هم رواج یافت و هم آسان گردید. هر نامه و تقاضایی که از نام کمیته با امضای عاصمی و بالخاصه میرزا ترسونزاده می رفت زود به معرض اجرا می رسید. حتی نامه های جزئی که این جانب امضا می کردم در مقام جواب و ثواب بود. شاد بودم که کارها به رونق می روند. خوشبخت بودم که یکی از تشکیلاتچیان جشن استاد خود هستم. هر ساعت و هر دقیقه سیمای آن کس، یاد آن کس، نفس متبرک ایشان را در پهلویم می دیدم و حس می کردم. و جز آن که در تشکیل جشن فعالانه شرکت می کردم، عزم و نیت جوش می زد که درباره استاد و روزگار و آثار ایشان چیزی نویسم. سراول مقاله نوشتم به نام پیش از طوفان درباره فعالیت ایجادی و اجتماعی عینی در عرفه انقلاب اکتبر. در این مقاله خواستم مرحله اولی معارف پروری عینی را با نظری نو تحلیل کنم. اندیشه و نیت خود را همان روزها در روزنامه چنین نوشتم: از 16 ایون موافق نقشه خود و نوشتن مقاله عینی و محیط ادبی و اجتماعی ابتدای عصر 20 شروع کردم تا این اثرهای خود عینی و مخصوصاً متریال ها برای تاریخ انقلاب بخارا را خوانده برآمدم. معلوم شد که تحقیقاتچیان عینی مخصوصاً در تحقیق فعالیت تا انقلابی او خیلی سهلنگاری و مساهله کاری نمودند. دامولا برگینسکی باشند چیزهایی به همه معلوم، چنانچه ترجمه حال دامولا و تاریخ انقلاب بخارا را درست تکک نخواندند و در بالای آن فکر نکردند. در نتیجه عینی در آن عصر یک شخصی از نظرها افتاده و در پیش فعالیت و ایجادیات فطرت و بهبودی ها یک کسی کم فعالیت شده مانده‌اند. من در این کارها ندیدم که عینی چگونه مرش حریت را نوشتند. آخر به آن کس از آسمان وحی نیامده بود. خلاصه قرار دادم راه عینی را تا به مرش حریت معین کنم. راه شخصی مبارز، استوار، زیرا به این نوشتن چنین شعر دشوار بود. قریب در مدت 10 روز 50 صحیفه نوشتم. به فکرم آنچه می خواستم اثبات کرده توانستم. 28 ایون 1977. مقاله را با نام پیش از طوفان در صدای شرق و به زبان روسی در پامیر به چاپ رساندم. دیگر درمی نوشتم درباره فعالیت معارف پروری عینی به نام به پیشواز آفتاب که در عرفه جشن به واسطه تلویزیون و رادیو پخش گردید. همین درم را با تحریر و علاوه های نو برای نمایش در تئاتر روسی مایاکوفسکی با نام بخت چی معنی دارد؟ شتایست شسته آماده نمودم که چند روز پیش از جشن بروی صحنه برآمد. به مناسبت جشن مصوران، آهنگسازان، هنرمندان و هیکلتراشان آثار زیادی پر ارزش ایجاد نمودند. از جمله کتاب مصوره و مستند از روزگار استاد با نام کنیگ ژیزنی عینی در چاپخانه لیپزیگ مطبوع گردید. مجسمه عینی در میدان موسوم به نام وی گفتن ممکن است شاهکار خاطروی جشن استاد عینی بود.
به افتخار جشن نشریه‌های مسکو ترجمه‌های نو و بهترین عینی را به زبان روسی به طبع رسانیدند. در جمهوری‌های دیگر نیز در آمادگی تجلیل جشن عینی کارهای بسیاری به سامان رسید. در آسیای میانه برای تجلیل جشن عینی بیشتر از جمهوری‌های دیگر آمادگی می‌دیدند. در سمرقند حوله استقامتی استاد را برای موزه خاطروی از نو تعمیر و ترمیم کرده رسم افتتاح آن را در اول ماه سپتامبر مقرر کرده بودند. مختصر این واقعیت چنین است: در اول سپتامبر سال 1977 از بیروی تبلیغات ادبیات اتفاق نویسندگان پیشنهاد نمودند که با گروهی ادیبان به وادی زرفشان سفر کنم. به همین واسطه درباره عینی و جشن نزدیک او با ساکنان شهرچه و دیهات صحبت برپا نماییم. 6 سپتامبر همراه با ساتیم اولوغزاده، عبید رجب و حبیب الله فیض الله به راه برآمدیم. 2 روز در ملاقات و صحبت‌های شیرین و گرم نهایت خوش گذشت. 8 سپتامبر بعد از دردر و مدم و وشکند به ارمتن آمدیم. ساعت 16:30 در مکتب میانه ارمتن ملاقات با ساکنان ده برپا شد. ساعت از همایش نگذشته نماینده کمیته حزب ریان عینی رسیده آمد و خبر داد که فردا در سمرقند رسم کشاد موزه عینی و نیم پیکره استاد با سروری شخص اول ازبکستان شراف رشیدوف برپا می شود. از کمیته مرکزی حزب از دوشنبه تلفن شده است که این جانب حتما از نام تاجیکستان در این معرکه شرکت کنم. همان شب با همراهان خیر خوش کرده به سمرقند راه گرفتم. روزی دیگر معلوم کردم که افتتاح موزه و جشن 70 سالگی تأسیس دانشگاه سمرقند پس هم تجلیل می شود. به معرکه های مهم شهر شراف رشیدوف و تمام هیئت دفتر سیاسی ازبکستان آمده بودند. صبح پس از پایه‌گذاری بنای نوی دانشگاه به موزه عینی آمدیم. در اینجا مراسم کشایش نیم پیکره استاد در نزد موزه برپا گردید. سپس مهمانان عالی قدر با سرداری شراف رشیدوف به حولی در آمدند. رسم افتتاح موزه را به جا آورده و تماشای خانه و اکسپونات ها سر کردند. در ضمن تماشا با شراف رشیدوف صحبت مختصری هم واقع شد. ایشان اظهار خوشنودی کرد که حکومت تاجیکستان و شخصاً میرزا ترسونزاده به معرکه مهم حیات مدنی ازبکستان نماینده فرستاده است. شراف رشیدوف 1917-1987 زاده ناحیه جزخ مضافات سمرقند بود. تحصیل عالی و کمالات معنوی خود را در سمرقند گرفته است. استاد عینی را هنوز از سالهای دانش آموزی که شعر و حکایه ها می نوشت می شناخت و بعدها وقتی که به منصب و مسندهای عالی رسید بارها به صحبت ایشان رسیده بود. شراف رشیدوف در سال جشن عینی کاتب یکم حزب کمونیستی جمهوری، نامزد به عضویت دفتر سیاسی حزب کمونیستی شوروی و صاحب بسیار عنوان و نشانها بود. با سروران تاجیکستان خصوصاً با میرزا ترسونزاده، فاتح نیازی، جلال اکرامی مناسبت‌های حسنه داشت. تجلیل استاد عینی را همچون رمز دوستی تاجیکان و ازبکان و حسن محبت به استاد عینی شخصاً خودش سازمان داده بود. در آخر ماه سپتامبر یعنی 24 همین ماه میرزا ترسونزاده چشم از جهان پوشید. در عین جوش و خروش آمادگی جشن فوت این شخص بزرگ برای ما نهایت سخت مصیبت بود. شادروان امیدی کلان داشت که به آمادگی معرکه جشن تا آخر راهبری می کند و جشن استاد گرامیش را به چشمش می بیند. اما دریغا که به این روز فیروز نرسید. مکتوب آخرین که وی در عین شدت بیماریش به اصرار زود نویسنده امضا کرد به نام وزیر تجارت بهرنوردی بود
با خواهشی به نام عینی موسوم نمودن یکی از کشتی‌های وزارت مذکور. خواهش ترسونزاده با احترام بعد از درگذشت وی پذیرفته شد. تجلیل جشن عینی با شکوهی تمام و اشتراک مهمانان جمهوری‌های شوروی و کشورهای خارجی 14-15 اپریل در دوشنبه سازمان یافت. ما کارمندان ستاد در این معرکه منتظم اشتراک کرده نتوانستیم. همیشه در سر کار بودیم. 1 ساعت 2 ساعت فرصت پیدا کرده به تماشای معرکه می برآمدیم. در واقع هم تنتنه بزرگ عیدانه و جشنواره مردمی بود. معرکه های جشن در دوشنبه تمام شد و دفعتاً به آمادگی تنتنه های جشن مسکو سر کردیم. در مدت قریب 2 سال تشکیل تدبیرات آمادگی جشن به عهده دوستم شوکت نیازی، کاتب مسئول کمیته عمومی اتفاقی بود. ما با هم قریب هر روز به واسطه تلفن در تماس بودیم. طبق قرارداد کمیته عمومی اتفاقی، مجلس جشن عینی در بلشوی تئاتر مشهور مسکو باید تشکیل گردد. این واقعاً احترام و پاسداری بزرگ مسکو نسبت به ادبیات و مدنیت تاجیک و نماینده شایسته آن استاد عینی بود. در اول ماه می با دعوتنامه‌های مطلا و منقش و برنامه کنسرت به مسکو رهسپار شدم. شب و روز با شوکت جان در تک و دو و تردد تشکیل جشن گذشت. تشکیل کنسرت خصوصاً زحمت زیادی را تقاضا می کرد. در کنسرت برابر هنرپیشگان ورزیده تاجیک ارتیستان نامدار روس دعوت شدند. نهایت روز 25 می در تالار پرحشمت منقش و مصور بلشوی تئاتر مراسم تجلیل جشن برپا گردید. در درآمدگاه تئاتر به بلندی ستونهای محتشم بنای عظیم تئاتر تصویر عینی نصب شده بود. این نمایش بزرگی عینی، بزرگی بخت تاجیکان، عظمت تمدن جاودانی ما بود. روزی دیگر در خانه سرای نویسندگان در کوچه گرسن ضیافت کلانی برپا کردند. من چنان خسته و شلپر شده بودم که مجال ضیافت رفتن و نشستن نداشتم. به کسی چیزی نگفته در اتاق خودم در مهمانخانه مسکو در خاموشی و آرامی خوابی سخت و راحت رفتم. بیگاه دوستان آمدند. مضطرب و پریشان بودند که از چیزی یا کسی رنجیدم که به ضیافت نرفتم. عذر آوردم. پذیرفتند. تنتنه های جشن به آخر رسید. من از اینستیتوت تعطیل 2 ساله گرفته به نوشتن رمن ستاره در تیره شب نشستم. اما عکس صدای جشن تا خیلی وقت گوشی مرا، جسمی مرا راحت و آرامش اهدا می کرد. خصوصاً وقتی که دوستان و نزدیکان معرکه جشن را به خاطر آورده از زحمت و تک و دوهایم به نیکی یاد می کردند، یک جهان خرسندی و پاداش خدمتهایم ارزانی می گردید. در تشکیل و برگزاری جشن عینی شخص اولی تشبسکار و علمبردار زنده یاد میرزا ترسونزاده بود. از صحبت‌هایی که با ترسونزاده درباره عینی داشتم نتیجه حاصل کردم که محبت و اخلاص او به عینی از 2 جهت بود. ترسونزاده عینی را همچون نویسنده، استاد، شخص پاک و صمیمی و دوست بی‌غرض دوست می داشت. زیاده از این، میرزا ترسونزاده عینی را همچون نماینده برگزیده و تجسم معنوی تاریخ ملت تاجیک پاس می داشت. چنین محبت و پاسداری صمیمی ترسونزاده در داستان وی چراغ ابدی نهایت روشن و باوری بخش بیان یافته است. سالهای 70 عصر گذشته جمهوری تاجیکستان در پایه رونق و رواج اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بود. ترسونزاده می دانست که در این مرحله تجلیل جشن عینی نمایش شکوفایی و آبادی و معموری کشوری ما در پیش جهانیان بود.
شادروان از این خصوص سخن پردازی و افتخاری ظاهری را دوست نمی داشت، ولی تمام همت و سعی وی و یادآوری‌هایش از عینی بیانگر همین فکر و اعتقاد بود. من امروز با باوری کامل گفته می توانم که در مقیاس عموم اتفاقی با شکوه و حشمت گذشتن جشن عینی به اندازه زیاد به مقام و منزلت و نفوذ ترسونزاده در نظر سران حزبی و دولتی مسکو موقوف بود. حالا که در این صفحات از چگونگی برگزار گشتن جشن عینی مختصر نقل کردم، نمی توانم از یاد این شخص بزرگ ملتمان که سالیان دراز دوستی و رفاقت و همکاری و همراهی با وی داشتم به خاموشی گذرم. چنان که در بالا ذکر شد، شناسایی اولم با ترسونزاده تابستان سال 1947 در سفری استالین آباد صورت گرفته بود. از این سال سر کرده تا پایان عمر شادروان با او همیشه ملاقات کاری و ایجادی، صحبت‌های دوستانه و رندانه، مکالمه و تبادل نظر در مسئله‌های مختلف ادبی داشتم. در مدت 30 سال ترسونزاده را همچون انسان، شاعر و خادم دولتی و سیاسی، راهبر و راهنمای خردمند سازمان اتحادیه ادبی، پیوندگر ملت و مردم گوناگون زبان و مختلف اعتقاد شناختم. با خردمندی و خصلت‌های پاک انسانیش برای رونق ملت خدمت‌های بی‌منت و بی‌دریغ کرده است. ترسونزاده شخص نهایت آرام و وزنین و باوقار بود. ندیدم که در لحظه‌های دشوار و بحث‌های آتش افروز صدایش را بلند کرده سخت و به شدت سخن کرده باشد. گپ کسی را، حتی حریفش را که ناروا میگوید نمی برید. خاموش به هیچ اثر عصبانیت گوش می کرد. اگر به این سخنها جواب گفتنی شود، چنان آرامانه به گپ سر می کرد که گویا سخنهای ناحق و بی‌ادبانه حریف را نشنیده باشد. به همین آرامی فکر و اندیشه هایش را در مقابل حریفش به دلیل و برهان قاطع بیان می کرد. ترسونزاده نهایت خوشگپ و در موردهای مناسب ظریف بود. در صحبت دوستان بیتهای شایگان کلاسیکان را دلیل و به تقویت فکرش می آورد. تبسم شینم و خنده لطیف از دل و جان داشت. با این خصلت‌ها دوستان را به خود قرین‌تر و دل آشنایان نوش را تسخیر می کرد. این بود که ترسونزاده در وطن خود و بیرون از مرزهای آن دل دوستان را زود می یافت. مخالفان فکری را به افاقه می آورد و همایش‌های پرشدت و پر اختلاف را به محفل دوستانه مبدل می نمود. خصلت‌های شایسته شخصی ترسونزاده به توفیق فعالیت اجتماعی و دولتیش و حل مثبت بسیار مشکلات اختلافات راه می‌گشاد. در ایفای وظیفه پرمسئولیت و سودمند رئیس کمیته همرأیی آسیا و افریقا نه تنها کاردانی و سیاست شناسی، بلکه خصلت‌های نیکوی انسانی میرزا ترسونزاده عامل مهم بود. باری شنیده بودم که در موافقت یکی از مسئله‌های همزیستی و همکاری کشورهای آسیا و افریقا میان خادمان نمایان فرهنگ و علم و ادب اختلاف پیدا شده، کسی راهی برطرف نمودن آن را ایجاد کرده نتوانسته است. در همایشی که در کیپر برپا شده است، میرزا ترسونزاده توانسته است شرکت کنندگان همایش را به موافقه و مسالمت برساند. در سفرهای خارجی و در طول راهبریتش در کمیته همرأیی ترسونزاده دوستان بسیاری پیدا کرد که طرح مودت و رفاقت با آنها به اجرای پرثمر وظیفه رسمیش مساعدت می نمود. چنین شخصان ورزیده علم و فرهنگ و ادب مثل فیض احمد فیض از پاکستان، ناظم حکمت از ترکیه، مائو دون از چین،
مکرجی از هندوستان، نه تنها همکاران و هم مسلکان بلکه دوستانی نزدیکی وی بودند که بعد از وفاتش خاطرش را پاس می داشتند. ترسونزاده هیچگاه منفعت و سود خود را از خاطر و پاس دوستان بالخاص جوانان مستعد و قابل بالا نمی گذاشت. به تصدیقی گفتم یک واقعه خیلی عبرت آموزی به چشم خود دیدم را نقل کردن عین مورد است. باری در سفری مسکو با میرزا ترسونزاده در مهمانخانه هم منزل بودم. بعد از 2-3 روز که از کارهای کمیته فارغ شد، با شوکت نیازی و این جانب برای خبر یافتن از وضع نشر کتاب‌های نویسندگان تاجیک خواست با مأموران نشریات‌ها ملاقات کند. نخست به نشریات سویسکی پیساتل ساوپیس رفتیم. این نشریات مخصوص برای نشر آثار ادبیات معاصر نویسندگان شوروی تشکیل گردیده بود. خادمان شعبه نشر آثار نویسندگان ادبیات‌های ملی ترسونزاده را مثل آنکه برادرشان یا خویش نزدیکشان آمده باشد گرم و جوشان پیشواز گرفتند. ترسونزاده هم گویا به خانه خود رسیده باشد با خنده و ظرافت از دوستان سلام و حال پرسی می نمود. برای خانمان بیت‌های شایگان کلاسیکی امان را خوانده ترجمه می کرد و از استقبال آنها ذوق می برد. سپس 1-2 ساعت وضع چاپ اثرهای نویسندگان تاجیک را با مدیر شعبه محاکمه نمود. چند اثر نوی ادیبان جوان را به نقش نشریات توصیه نمود. بعد از پیشین به نشریات خوداژستونا لیتراتورا خودلیت ادبیات بدیعی رفتیم. این نشریات بزرگ و معتبر دولتی آثار نویسندگان کلاسیک و معاصر روس و جهان را با تعداد زیاد به چاپ می رساند. در انتخاب و چاپ آثار ادبیات ملی شوروی خیلی جدی و گلچین بود. ترسونزاده نخست راجع به نشر منتخب 6 جلده استاد عینی صحبت کرد و التماس نمود که این منتخب اولین و نسبتاً مکمل استاد تا جشن 100 سالگی ادیب به چاپ رسد. سپس توصیه نمود که رمن‌های جلال اکرامی و فاتح نیازی برای چاپ به نقشه گرفته شوند. با خواهش مدیر شعبه در مسئله نشر کلاسیکان ادبیات تاجیک بعضی پیشنهاد و توصیه‌هایش را به عرض رساند. در آخر می‌خواست با عرض تشکر به خادمان نشریات خداحافظی کند. خانم مدیر شعبه گفت: میرزا ترسونویچ، آخر شما راجع به مجموعه خود چیزی نگفتید. ما 2 سال باز دستنویس کتابتان را منتظر هستیم. میرزا ترسونزاده کمی تأمل نمود و گفت: گپتان درست. کنی کتاب عینی چاپ شود، تا آن وقت کوشش میکنم که دستنویسم را تیار کرده سپارم. این مجموعه نچندان کلان اشعار میرزا ترسونزاده آخر و آخران با زحمت شوکت نیازی بعد از وفات شاعر به مناسبت 70 سالگی تولد از چاپ برآمد. همین خودداری و والا همتی دور از طمع بود که ترسونزاده زندگی خیلی عادی و خاکسارانه به سر می برد. بعضی دوستان و همصفانش به همت خود یا به یاری دولت صاحب حولی‌های کلان مجهز و مأمور شدند. ترسونزاده به پول خود عمارت راست کرد که شرایط زندگی در آن چندان مساعد و موافق نبود. بنابراین به کوارتری 4 حجرگی کوچید و با اهل عائله‌اش آرام زندگی می کرد. بعد از وفات حولی او را به موزه یادگاری تبدیل داده وسیع کردند. در او دروازه‌های خوب شناندند. اسباب گرمی دهنده و سنیتری را نصب کردند. خلاصه حولی را به نام و مقام ترسونزاده شایسته و موافق نمودند. هر باری که از نزد حولی می‌گذرم به خود می‌گویم که همین کار را در زندگی شاعر کردن ممکن بود تا که در این منزل به کام دل عمر به سر برد. سال 1965 حکومت تاجیکستان برای اتفاق نویسندگان تاجیک از دره ورزاب
در محل چاربید بوستانسرای اهدا نمود. بی مبالغه این همه سخاوت و احترام به خاطر خواهش و مرتبه ترسونزاده بود. در بوستانسرا خانه‌های جداگانه برای نویسندگان بنا شده بود و در یکی از آنها ترسونزاده منزل گرفت. حقا که منزل ترسونزاده در وسعت و تجهیز و خانه‌های دیگر فرقی نداشت. حتی نسبتاً اندک کمتر و خردتر هم بود. سال 1967 به مبلغ خزینه ادبی SSSR در ناحیه قره‌بالا کتیج‌های 2 طبقه با باغچه و ایوان‌های تابستانه بنا کردند. ترسونزاده خانه‌ها را برای نویسندگان و شاعران تاجیک تخصیص نمود و خود همچنان در کوارتیر شهر زندگی می‌کرد. او می‌توانست به اینجا منزل گیرد و کوارتیر را به یکی از فرزندانش دهد. نه، برای وی افتخار بود که نویسندگان تاجیک صاحب جای و منزل موافق هستند و مهمان از کشورهای دیگر بیاید کرای پذیرایی و نمایش می‌کند. ترسونزاده در صحبت آزاد و لاابال و با همه برابر بود. هنگامی که در صحبتش می نشستید مقام بلند و شهرت و ناموری وی شما را در استحاله و بیگانگی نمی گذاشت. الفت و معامله خاکسارانش کس را زود به خود جلب می کرد و زود با وی انس و رفاقت به میان می آمد. بسیار نباشد هم من در صحبت همصفان و همپایه های او بودم. رسول غمزتوف، میرزا ابراهیموف، مختار اویزوف، آنها نیز از آدمان خاکی بودند، ولی در ترسونزاده یک کشش عجیبی آدمیت بود. شاید این از آداب و معاملات و اخلاق حمیده سنتی تاجیکان منشأ گرفته بود. این خصال انسانی ترسونزاده را در روزهای جشن پرشکوه 60 سالگیش بیشتر و نزدیکتر دیده و حس کرده بودم. سال 1971 ترسونزاده به 60 قدم ماند. قرارداد بود که جشن نخست در مسکو برگزار و در دوشنبه ادامه یابد. برای تجلیل جشن حکومت تاجیکستان گروهی هنرپیشگان ورزیده و شاعر و نویسندگان را به همراهی شاعر به مسکو فرستاد. قسمی از رفیقان در مهمانخانه مسکو جایگیر شده بودند. من در سفر ایتالیا بودم. پیش از سفر از تیاری جشن خبر داشتم و می دانستم که در هیئت وکیلان تاجیکستان شامل هستم. 21 سپتامبر به مسکو رسیدم و از فرودگاه راست به مهمانخانه آمدم. و من از طبقه که صاحب جشن و همراهان وی اقامت داشتند جای دادند. روز دیگر صبح همه برای ناشتا در رستوران جمع شدیم. معلوم شد که پیش از مجلس تنتنوی ترسونزاده به چند کتابخانه و مؤسسه های علمی و تعلیمی و ملاقات خوانندگان دعوتی بوده است. امروز در کتابخانه به نام نکراسوف شهر با خوانندگان جوان ملاقات تعیین شده است. ترسونزاده با همه آرامانه و مهربانانه صحبت می کرد. شتاب نداشت. دیگران را نیز به شتاب نمی انگیخت که ملاقات جدی در پیش است. به همین آهستگی و تأنی لباس می پوشید. به رفیقان ظرافت می گفت. هر بار که به آهستگی و به تأنی آماده ملاقات یا مجلس شدن او را بینم، در باطن می گفتم که دام الله آخر به ملاقات دیر می کند. نه، وی در ساعت معین به راه می برآمد و در ساعت وعدگی به مقصود می رسید. در طبقه ترسونزاده آنچه امروز در خاطر مانده است، فاتح نیازی، مؤمن قناعت، فضل الدین محمدیف، محمود واحدوف، جوربک مرادوف میزیستند. حجره همه مثل حجره صاحب جشن به یک طرز و گونه بود. بیگاهی اگر معرکه جشنی نباشد، به نوبت در اتاق همدیگر جمع می شدیم. تأمین معاش اهل صحبت به عهده صاحب خانه بود. چند ساعت شعرخوانی، سرود و نوا برپا می شد. ترسونزاده
با همه برابر تا آخر محفل می نشست. از کلاسیکان بیت‌های شایگان و آبدار می خواند. خیلی کم در صحبت‌ها می دیدم که ترسونزاده شعر خود را خوانده باشد. هیچگاه به بهانه آوردن خستگی یا ملاقات روز دیگر صحبت را ترک کرده به استراحت نمی رفت. روزی نوبت تشکیل محفل به این جانب رسید. من دو رفیق خود نعمتزاده و عبدالله جان غفورف را که در دکترانتور بودند نیز دعوت نمودم. آنها کمی پیشتر آمدند و هر لحظه اظهار خجالت می کردند که در صحبت چنین آدم بزرگ مثل ترسونزاده نشستن آسان نیست. از دقیقه های اولین ترسونزاده با آنها مثل آشنایان دیرین گپ سر کرد و خجالت و شرمگینی آنها برداشته شد. فکر و اندیشه ترسونزاده، غمخواری و تشویش او همیشه مربوط به وضع ادبیات تاجیک و تربیه نسل نورسی آن بود. اینجا سخن درباره نطق و معروضه های نهایت پرمضمون و صمیمانه و غمخوارانه او نمی رود. اینها همه به چاپ رسیدند و همه خوب می دانند. گپ در جای دیگر است. ترسونزاده در صحبت‌های دوستانه، در محفل‌های غیر رسمی، تماماً آزادانه، بی شعار و خودنمایی، با غمخواری صمیمانه و طبیعی از وضع ادبیات گپ می کشاد. فکر خودش را می گفت و بی تأکید و دعوت هم صحبتانش را به ابراز فکر و اندیشه ها می آورد. چندی از صحبتهایمان را با ترسونزاده در خاطر دارم و خوشبختانه در روزنامه هم مختصر مضمون آنها را نوشتم. زمستان سال 1965 در خانه شوکت نیازی در مسکو چند تن از دوستان در صحبت ترسونزاده جمع آمدیم. عطاخان سیف الله‌یف، فضل الدین محمدیف و بنده. از شعر و شاعران، از گذشتگان و استادان صحبت می کردیم. در ضمن صحبت شعر می خواندیم. از سعدی و حافظ، رومی و بیدل، از لاهوتی و پیرو. ترسونزاده گاه از غزلهای شایگان تأثرات و اندیشه هایش را می گفت. خاطره و ملاقاتهایش را از لاهوتی و پیرو نقل می نمود. از عینی هم لحظه جالب ملاقاتش را حکایت کرد و سپس نفس راست کرده آرامانه به خواندن مخمسی مشهوری استاد بر غزل یغما شروع کرد. چند بند مخمس این است: به هجران خشک لب جان می دهم، ای اشک تقطیره، نهانی تا به چندین سوختن، ای آه تشهیره. به نومیدی تلف شد عمر، ای امید تبشیره. به جانان راز دل ناگفته ماند، ای نطق تقریره. زبان را نیست یارایی سخن، ای خامه تحریره. رساندم تا فلک شب تا سحر فریاد و افغان را، نیازم تا رسد شاید که گوشی ناز جانان را. بروی خاکزاری خامه کرده کلک مژگان را، رقم کردم به خونی دیده شرح روزی هجران را. به سوی او ندارم قاصده، ای داد شبغیره. زدی تیغم نمی گویم که جانم دادی برباد، چو مرغی نیم بسمل می تپم در خون ولی دلشاد. خوشان عاشق که از زخمی پیاپی جان به جانان داد، به یک زخم از تو قانع نیستم تعجیل ای صیاد. به جان مشتاق زخمی دیگرم، ای عمر تأخیره. ترسونزاده شعر را تمام کرد و دقیقه خاموش ماند. دانه های عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: شعر عالی. عینی در واقع شاعری بلند پرواز بودند.
غزلهای خوبی عاشقانه دارند، لیکن فرزن دیگر شعر نمی نوشتند، با همین مخمس در صف شاعران عاشق می ماندند. در این لحظه نقل شادروان عبدالسلام دیهاتی که روزهای آخرین زندگی عینی قریب همیشه سری بالینی بیمار بود به خاطرم آمد. دیهاتی در محفل حکایت کرده بود: استاد 2 روز پیش از نفس آخرین، ایام جوانی، خصوصا تنگی های روزگاری مدرسگیشان را به یاد آورده، در آخر مخمس خود را بر غزل یغما از اول تا آخر خواندند. تابستان 1965 در مسکو با اهل عائله استراحت می کردم. 9 اوگوست با عائله خواستیم با کشتی به سیاحت کانال مسکو براییم. بلیط ها را گرفته در نوبت ایستاده بودیم که ترسونزاده را دیدم که با زوجه‌اش و پسرش پرویز کمی از ما پیشتر در صف سیاحان ایستاده است. هر دو هم از همراهی در سیاحتمان خرسند شده به کشتی نشستیم. همسران و بچه ها در کیوت دیگر، ما و ترسونزاده در کیوت همسایه جای گرفتیم. از کشتی تماشای منظره های بیشه های سبز و خرم اطراف و هوای دریا و مرغزارها طبع را خوشایند و دماغ را فرح افزا بود. ترسونزاده گفت که 1 ماه است که در مسکو ادای وظیفه نوبتی دبیر اتحاد نویسندگان را در عهده دارد. در کوارتیر اتحادیه واقع در خیابان کلینین، حالا نواربتسکی، با همسرش اقامت دارد. باز 1 ماه در مسکو خواهد بود. چند روز پیش در هیئت تحریریه سلسله 200 جلده ادبیات جهان شرکت داشته است. گفت که برای بیشتر جای گرفتن ادبیات تاجیک در این سلسله خیلی تلاش کرده است. در این ضمن سخن از ادبیات گذشته امان به میان آمد. ترسونزاده اظهار قناعتمندی کرد که سالهای آخر در تدقیق و نشر آثار کلاسیکان عالمان تاجیک، مخصوصاً جوانان، زحمت فراوان می کنند. سالهایی که ادبیات گذشته را ادبیات درباری و فئودالی گفته آموختنش را فرو گذاشته بودند به خاطر آورد. من درباره نقشه های تألیف تاریخ ادبیات در انستیتوت شرق شناسی به او اطلاع دادم. خلاص در طی زیاده از 2 ساعت هم سیاحت جانفزا و هم صحبت دلکش‌های شعر و ادب کردیم. در اول دکبر سال 1968 فاتح نیازی گفت که ترسونزاده سفری مسکو دارند، اما این نوبت سلامتشان چندان خوب نیست. می‌خواهند که از نزدیکان کسی همراهشان باشد و آیا من در این ماه عزیمت مسکو ندارم؟ خوشبختانه در همین ماه به کنفرانسی مسئله های معارف پروری دعوت شده بودم. گفتم که میتوانم همسفری ترسونزاده باشم. در مسکو روزانه ها به کار خود بودیم و بیگاهی ها اکثر با ترسونزاده و شوکت جان همراه و همنشینی داشتیم. 1 بیگاه برای شام به رستوران آشیانه 3 فرآمدیم. غذا و شراب و گزک ها سفارش دادیم و ساعت صحبت می کردیم که جبار رسولوف و کاتب کمیته حزبی بدخشان نظرشایف به رستوران در آمدند و بی آنکه نگاهشان به ما افتاد در میز نشستند. ما که پیشتر آمده بودیم پیشتر خستیم و وقتی برآمدن از روی احترام به سلام آنها رفتیم. جبار رسولوف به نشستن دعوت کرد. خیر شوکت جان، هادیزاده، بیایتان کمی نشینیم. در دوشنبه این خیل تصادف‌های دلخواه کمتر واقع می شود. نشستیم. ترسونزاده به چند لطف و ظرافت صاحبان میز را به صحبت گرم کرد. در رفت صحبت گپ از ادبیات و خصوصاً تنقید ادبی گشاده شد. البته در حضور کاتب اول حزب سخن در موضوع ایدئناکی ادبیات می رفت. ترسونزاده سخن راهبر حزبی را قبول کرد و تأکید نمود که یکی از عامل‌های بلند برداشتن ایدئناکی ادبیات تنقید ادبی است.
در اینجا سخن را به آن آورد که ما برای رواج تنقید ادبی به یاری و مدد تشکیلات حزبی جمهوری نیاز داریم. چنانکه در روزنامه هم نوشتم، عموماً صحبت خوبی شد. 8 اپریل سال 1969 در خانه مرکزی ادیبان مسکو به افتخار 75 سالگی نویسنده مشهور ترکمن بردی کربابایف مجلس پرشکوه سازمان یافت که این جانب نیز شرکت داشتم. دیگر از روزنامه. مجلس ساعتهای 7 تمام شد و بعد ترسونزاده من و شوکت را به خانه خود، کوارتیر اتفاق نویسندگان، بنای 20 طبقه در پرسپکت کلینین دعوت کردند. زنشان آش پلو کردند. خورده نوشیده چخ کردیم. از وضع حاضره و آینده ادبیات سخن کردیم. ترسونزاده به طور حقانی می گفت که آینده نسل ما چندان خوب نه. عینی در وقتش هم اثرهای کلان ایجاد می کرد و هم جوانان را تربیه می نمود. اما نویسندگان امروزه ما به نوشتن فقط اثرهای خود سرگرم شده از تربیه جوانان خود را دور گرفتند. پایان اقتباس. اقتباس دیگر. 13 دکبر سال 1968 ساعت 4 در گاسلیتزداد انتشارات ادبیات بدیعی با همراهی ترسونزاده، برگینسکی و شوکت و خادمان شعبه مسئله نشر آثار منتخب عینی را در 6 جلد محاکمه نمودیم. ساعت 5 در وزارت مدنیت مراسم سپاریدن گرامته شرفنامه جایزه جواهرلال نیرو برپا گردید. با شوکت برای تبریک ترسونزاده رفتیم. حجت‌های جایزه را فورسف وزیر مدنیت از نام رئیس فخری کمیته جایزه الکسی نیکولایویچ کاسیگین سپارید. از آنجا که برآمده در رستوران مسکو جایزه را به اصطلاح شستیم تا به وقتی شب نشستیم. صحبت‌های شاعرانه کردیم. پایان اقتباس. وقتی که ما نشست داشتیم دیدیم که جبار رسولوف، باباجان غفوروف، عبدالاحد قهاروف سروزیر تاجیکستان، حاتم صالح بایف نماینده تاجیکستان در مسکو به رستوران در آمدند و بعد از سلام علیک با مایان به تالار خاصه رفتند. بعد از آن که صحبت ما پایان یافت، ترسونزاده پیشنهاد نمود که از روی آداب نزدی به قبل کلانها در آمده بعد خانه رویم. البته آمدن ترسونزاده برای آنها خیلی پسند بود. ما هم به قول معروف از پشت شالی از صحبتی به اصطلاح اکابیر رسیدیم. به نظرم ضیافت را غفوروف تشکیل کرده بود به مناسبت آنکه تولد وی در همین ماه بود. صحبت در دایره رعایه آداب و رسوم به اصطلاح دولتی بود. در ضمن صحبت ترسونزاده به شرف غفوروف قدحی گفت با عرض تشکر برای خدمت‌های بزرگی که امروز وی برای مدنیت و علم و ادبیات تاجیکستان می‌کند و خصوصاً برای تیار کردن متخصصان جوان شرقشناس غمخواری صمیمانه می‌کند. در این میان به طرز مثال به دفاع آینده این جانب اشاره هم کرد. بعد از این غفوروف به من روی آورده گفت که قرار روزی دفاع امضا شد. فردا به اینستیتوت در آمده حجت را گیرید. اقتباس از روزنامه. 1975 2907 یکشنبه ساعت 4 با شوکت به بیمارستان کنسوه به دیدن ترسونزاده رفتیم. زنشان و پسرشان مسعود آنجا بودند. پس از سفری کیپر با التهاب شش به بیمارستان خوابیدند و مدتی دراز بستری بودند. از آمدن ما خیلی شاد شدند. روزهای بیماری چند شعر انشا کردند که با الهام سرشار به ما خواندند. شعرهای روسیه، کوهستانیم، علاجم چیست و چند غزلهای عاشقانه. از جشنی در پیش ایستاده عینی صحبت کردند. گفتند که این جشن را خوب گذرانیدن و شهرت ادبیات خود را بلند برداشتن لازم است.
پایان اقتباس. ترسونزاده در این سخنهای خود صادق و استوار بود. او ما اهل علم و ادب و خادمان حزبی و دولتی را ترغیب می نمود که جشن عینی را همچون عید ادبیات مدنیت تاجیک تجلیل کنند و نه تنها ترغیب و تشویق می نمود بلکه خود یکی از خدمتگزاران جانفشان عید ملی ما بود. ترسونزاده سعی و همت وافری به کار برد که جشن عینی در سطح عمومی اتفاقی به درجه بلند جشنهای برگزیدگان ادبیات جهان برگزار گردد. در یکی از روزهای اول ایون به اتفاق نویسندگان به دیدن ترسونزاده رفتم. در کابینت با تلفن گپ میزد. در آمدم. به نشستن اشاره کرد. نشستم. همچنان به گفتگوی با تلفن ادامه میداد. جبار رسولویچ، این مجلس یکمین عمومی اتفاقی است. رحمان نبیویچ باید اشتراک کنند. این برای مسکو اهمیتی کلان دارد. التماس بندگی من هم همین است. تشکر. سلامت باشید. ترسونزاده گوشک را ماند و یک اوف گفت و عرق جبینش را پاک کرد. با جبار رسولویچ گپ زدم. دیروز شنیدم که به نبیف اجازت ندادند که به مسکو روند. اینجا کار بسیار بوده است. حاضر مسئله را فهماندم. راضی شدند که نبیف روند. رفتن نبیف برای کمیته عمومی اتفاقی برای اهل علم و ادب مسکو اهمیت کلان دارد. این کس هم رئیس کمیته جمهوریوی جشن هم صدر اعظم هستند. خیر، اکنون کار خوب می شود. دیروز با مارکوف صحبت کردم. گفت که مجلس را به 18 ایول تعیین کرده است. امسال برای استراحت با اهل عائله در گگره راه خط پیشکی داشتم. به ترسونزاده گفتم که با گشاده شدن مجلس یک روز پیش از گگره رسیده می آیم. اکنون می خواهم نقل بعدی را از روی روزنامه خود دوام دهم. 11 ایول سال 1977 به طرف گگره با فرنگیز پرواز کردیم. گرمای هوای دوشنبه نهایت سخت بود و طرف طاقت فرسا می شد. 2-3 روز پیش از سفر از گرمی و از خستگی کمی ناخوشی هم روی داد. از این سبب به این سفر با کمال میل و شوق و تشنگی استراحت می رفتم. ساعت 10 شب به ایرپورت ساچی رسیدیم. ساعت 12:30 شب به منزل آمده از خانه 34 آشیانه 3 کارپوس 1 جای گرفتیم. روزی دیگر بیدار شدیم که هوای بحر و نسیم کوهسار عصبها را نوازشکارانه میمالید و میبوسید. بیگاهی ساعت 9 به پیشوازی بشیرخان و فریدون برآمدیم. آنها نیز صحت و سلامت آمدند. جای خیلی خوشهوای و خوشمنظری بوده است گگره. چطوری که هر وقت در روزهای اولی به استراحت آمدنم میشد، در اینجا نیز 2-3 روز را به خوابهای پی در پی راحت بخش گذرانیدم. روزانه ها اکثر وقت در ساحل بحر بودیم و آب بازی می کردیم. هوای خوش آب و کوه را می مکیدیم. کتاب می خواندیم. چندین شماره های امساله اینسترن لیتراتور را همراه گرفته بودم. همگی اهل عائله رمن و پاوست و حکایه های آن را با نوبت می خواندیم. کمی به خود آمده بودم که آهنگ سفر به سر افتاد و قرار دادم که به مجلس اولین کمیته عمومی اتفاقی جشن عینی بروم. به نظرم چنین نمود که در واقع هم این یک روزی تاریخی مدنیت و ادبیات ماست و در آن خصوصا در صورتی که دعوت شده‌ام اشتراک کردن شرف بزرگ است. 17 ایول ساعت 11 از ایرپورت ساچی پرواز کرده ساعتهای 1 روز به مسکو رسیدم و از کارپوس نوی مهمانخانه مسکو جای گرفتم. بیگاهی نبیف رئیس سویت وزیران و رئیس کمیته ریسپوبلیکوی جشن، عبادت رحیموو کاتب کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان، ترسونزاده آمدند. شوکت به پیشواز آنها برآمد و من نتوانستم. روزی دیگر صبح به ترسونزاده تلفن کردم.
از آن کس خبری وفات فیدین را شنیدم. در تشویش و اضطراب بودند که مبادا که مجلس کمیته را موقوف گذارند. به نزدشان رفتم. به جاهای ضروری و شخصان دخلدار تلفن کردیم. خبر دادند که مجلس در ساعت موعود برپا خواهد شد. پایان اقتباس. روز 18 ایول ساعت 10 نبیف، ترسونزاده، رحیموو و این جانب به اتفاق نویسندگان رفتیم. گیورگی مارکوف در کابینتش از ما استقبال کرد. در اینجا بعضی مسئله ها را تا گشاده شدن مجلس مشورت کردیم. قرار شد که روزهای جشن در دوشنبه 14 15 اپریل و در مسکو 24 25 می برگزار خواهد شد. شب تنتنوی جشن در مسکو در بلشوی تئاتر سازمان خواهد یافت. بعد از این ساعت 11 در تالار کلان اتفاق با سروری مارکوف مجلس کمیته عمومی اتفاقی جشن عینی گشاده شد که مضمون مختصری آن در بالا نقل شد. بعد از مجلس به مهمانخانه آمدیم. ترسونزاده به ساعت 7 به خوراک شام دعوت کرد و به استراحت رفت. ترسونزاده خیلی خسته شده بود، ولی در رخسارش اثری از خرسندی و قناعتمندی نتیجه همایش امروزه پدیدار بود. وی همانا می‌خواست که امشب راحتی حاصل زحمت‌های کشیده‌اش را به شکوه از خستگی و ماندگی بچشد. برای ما کنیک فرمود. خودش یک قدح شراب سرخ نوشیدنی شد. دخترها به وی همین نوع شراب را توصیه کردند. متاسفانه در چنین رستورانی نامدار امشب شراب سرخ نبوده است. کمی شراب سفید فرمود. ترسونزاده هرچند خود را دلیر می گرفت، ولی آثار خستگی نمایان بود. حتی نشانه از بیماری هویدا بود. روزی دیگر صبح برای خیر و خوش به اتاق ترسونزاده رفتم. با تلفن با همسرش گپ می زد. گوشک رو ماند و گفت نمیدانم چی شد که این سفر به مسکو برای من وزنینی کرد. حالا به مناسبت جشن سفرها در پیش است. نخواد هر بار وضع ناخوش روی دهد. به طور خود تسلی دادم که ناخوشی ها می گذرد. آن لحظه خودی وی و من هم نمیدانستیم که این سفری آخرین اوست به مسکو. در آخر اوگوست از گاگره به دوشنبه بازگشتم. شنیدم که ترسونزاده را بعد از آمدنش از مسکو در بیمارخانه خوابانیدند. چند علتهای جدی به جسم وی حمله‌ور بودند: ضعف دل، بلندی قند، التهاب گرده. اما بردم بود و امید داشت که او را از چنگ بیماری ها نجات می دهند. به نزد وی بیشتر فاتح نیازی با کارهای اتفاق و این جانب با مهمات کمیته جشن می رفتیم. نیازی چون برادری دیرین ساعتها پیش بیمار می نشست. پایهای ورمیده او را مسحج می کرد. با صحبت و خنده هایش دردها را تسکین می داد. ترسونزاده به حجتهای ضروری کمیته که بیشتر به مسکو ارسال می شد امضا می کرد. با تشبث وی به پیشواز جشن عینی در آخر سپتامبر در جمهوری گذرانیدن روزهای ادبیات شوروی تعیین شده بود. امید داشت که تا آن وقت کمی صحت می یابد و اقلاً در رسم کشاد اشتراک می کند. نامه آخرینی که به امضای وی بردم به نام وزیر دریانوردی شوروی بود، با پیشنهادی به یکی از کشتی‌های تجارتی دادن نام عینی. نامه را خیلی به دقت تحریر نمود و نهایت امضا کرد و مرا به سفری سمرقند اجازه داد. در سمرقند مجلس منقدان و ادیبان عمومی اتفاق برگزار می گردید و شرکت کنندگان آن به دوشنبه به روزهای ادبیات می بایست بیایند. ترسونزاده گفت که هرچی زودتر بازگردم، حتی پیش از انجام یافتن مجلس. کار نهایت بسیار است و تا جشن وقت کم مانده است. تا آخر مجلس نایستاده 24 سپتامبر به دوشنبه بازگشتم. خواهرزاده‌ام شاهرخ بهبودی که کارمند کمیته مرکزی حزب بود مرا پیشواز گرفت. تا ماشین خاموش آمد و نهایت گفت: تاقا، امروز صبح ترسونزاده گذشتند.
با شنیدن این خبر اعضای بدنم سست شد. چی گفتنم را ندانستم. آخر همگی 4 روز پیش با ترسونزاده در صحت و عافیت خیر خوش کرده و حتی در گوشه خیال نیامده بود که او را دیگر زنده نمی بینم. عرف و رسومی پیش از دفن را در حولی مرحوم ادا کردند. بعد از تکفین نمایندگان حکومت و حزب به صلات جنازه اجازه ندادند، اما همسر مرحوم اصرار نمود که صلات جنازه حتما ادا شود. پنهانی از چشم مردم ملاها به خانه درون در آمده صلات جنازه خواندند. پس جسد ترسونزاده را به تئاتر عینی برای وداع مردم بردند. وفات ترسونزاده ماتم ملی بود. در مراسم ماتم تمام نمایندگان ادبیات ملت‌های گوناگون که برای برگزار نمودن روزهای ادبیات شوروی به دوشنبه آمده بودند شرکت نمودند. سلامتی ترسونزاده بعد از 50 سالگیش چندان خوب نبود. در حدود همین سن به علت درد سخت درون ران جراحی سختی گذرانیده بود. این علت صحت یافته باشد هم، اما اثری وی باقی بود. و بالای این بیماری قند پیدا شد که شدت آن تا رفت زیادتر می شد. اما ترسونزاده بی شکوه و شکایت از این بیماری ها همیشه خندان و بالید روح بود. در تمام کارهای دولتی و ایجادی فعالانه شرکت می کرد. هیچگاه بیماریش را بهانه آورده در کار فروگذاری نمی کرد. در گذرانیدن مجلس کمیته جشن عینی نیز همین طور شد. کسی گمان نمی کرد که ترسونزاده سخت بیمار است و سفری دور و پرتشویش را به دوش گرفتن برای وی وزنین است. این بود زندگی ترسونزاده، شخصی بزرگ که تمام هستی خود را برای ملت، برای آسایش انسانیت و رفاهیت مردم وقف نموده بود. خداوند به وی بهشت ادنا و رحمت جاودانی را عطا فرماید. آمین.